مثالهای زیاده از جاهای مختلف جهان در این باره وجود داره. ما میدانیم که قرنها پیش امریکا تحت کنترل حکومت انگلیس بود. در 1776 زمان مبارزه امریکا بود. در او زمان امریکایی‌های زیاده به خاطر آزادی کشور می جنگیدن و در او زمان انگلیس جورج واشنگتن را تروریست درجه اول می گفت. در 1776 حکومت انگلیس جورج واشنگتن را تروریست درجه اول می گفت. وقتی که امریکا آزادی خود گرفت، تروریست درجه اول رئیس جمهور امریکا شد. آفریقای جنوبی را به عنوان مثال دیگه داریم. در گذشته وقت سفیدپوستان بالای آفریقای جنوبی حکومت میکردن، اونا نلسون مندلا را دستگیر کردن و در جزیره روبن بیش از 25 سال زندانی کردن و او را تروریست درجه اول نامیدن. وقت آفریقای جنوبی استقلال خود گرفت، حین تروریست درجه اول رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد. بعد از او جایزه صلح نوبل گرفت. به خاطر اینه که او بد بود و حال خوب شده. به خاطر حین کار که تروریست درجه اول نامیده بودن، بعد از او جایزه صلح نوبل گرفت. تصور کنن تروریست درجه اول جهان جایزه صلح نوبل بگیره. ما از این چی میفهمیم؟ هر کسی که حاکم بود، هر صفت را تعیین کرد پذیرفته میشه، چی خوب باشه چی بد. پس در عصر حاضر رسانه‌ها بسیار قدرتمند هستند. هر صفتی را که رسانه‌ها قائل شوند متاسفانه پذیرفته میشه با به احترامی کامل. درستی نادرستی و مشخص نمیشه. به می خاطر گفتم در عصر حاضر قوی ترین اسلحه در جهان رسانه است. سیاه را به سفید، روز به شب، قهرمان را به بازنده، بازنده را به قهرمان تبدیل میکنه و متاسفانه ما مسلمان‌ها از زمان شکلگیری رسانه‌ها تا به حال ما بسیار عقب مانده هستیم. در عصر حاضر کلمه‌ای که در اسلام به صورت درست درک نشده جهاد می باشد. این کلمه را فقط غیر مسلمانان بلکه مسلمانان نیز به صورت درست درک نکردند. اکثریت غیر مسلمانان و همچنان مسلمانان به این عقیده هستند که هر جنگی که توسط مسلمانان به هر دلیلی که صورت میگیرد، چی به خاطر مسائل شخصی یا به خاطر پشتوانه یا به خاطر شهرت، چی به خاطر منطقه، به خاطر سرمایه یا هر چی که باشه، جهاد گفته میشه. هر قسم جنگ که توسط مسلمانان صورت بگیره، جنگ که به خاطر شهرت، سرمایه، پشتوانه، به خاطر قدرت، منطقه، جهاد گفته نمیشه. جهاد از کلمه عربی جهاده گرفته شده که به معنای کوشش و تلاش می باشد. کوشش و تلاش. به عقیده اسلامی جهاد به معنای کوشش و تلاش به خاطر خودسازی می باشد. جهاد به معنای کوشش و تلاش به خاطر ساختن یک جامعه ایدئال و بهتر می باشد. جهاد به معنای جلوگیری از منازعات می باشد. همچنان جهاد به معنای کوشش و تلاش در میدان جنگ به خاطر دفاع است. به طور عموم جهاد به معنای کوشش و تلاش است. اگر شاگردی به خاطر کامیاب شدن در امتحانات کوشش و تلاش میکنه، در عربی میگیم که او جهاد میکنه. و اکثریت مردم فکر میکنن که جهاد فقط توسط مسلمانان صورت گرفته میتونه. آیات در قرآن بیان میدارد که غیر مسلمانان هم جهاد میکنن. خدا در قرآن سوره لقمان چپتر 31 آیه 14 میگه انسان رو به اطاعت پدر و مادرش سفارش کرده. مادرش او را در سستی و ناتوانی به دنیا آورد. در آیه بعدی میفرماید سوره لقمان چپتر شماره 31 آیه 15 و اگر والدین تو را به این وادارن که به من شریک بیاوری، چیزی را که خودت او را نمیفهمی، از اونا پیروی مکن، ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن. در اینجا قرآن میگه والدینای غیر مسلمان، کسایی که کوشش و تلاش میکنن تا فرزندان خود را وادار کنن به جای الله کسی دیگر را عبادت کنن، یعنی به شکر وادارن، از ایشان پیروی نکنن، ولی با ایشان در این دنیا خوب رفتار کن.
عین پیام در سوره عنکبوت چپتر 29 آیه 8 تکرار شده و انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کرده. اگر سعی کنند تو را مجبور سازند که با پرستش من چیزی را شریک سازی که به آن علم نداری، پس ایشان را اطاعت مکن، ولی با ایشان در این دنیا به وجه پسندیده مصاحبت کن. در اینجا قرآن میگه که والدین های غیر مسلمان ها جهاد میکنند، کوشش و تلاش مینمایند تا اطفال را به شرک وادارند با خدا. این جهاد را به نام جهاد فی سبیل شیطان مینامند. اما مسلمان ها جهاد فی سبیل الله انجام بتن. به طور عموم وقت کلمه جهاد را استفاده میکنن برمیگرده به جهاد فی سبیل الله. جهاد در راه خدا و در غیر صورت جهاد نیست. اکثریت مستشرق جهاد را جنگ مقدس مینامند و متاسفانه اکثریت علمای بیسواد مسلمان نیز جهاد از جنگ مقدس مینامند. جنگ را اگر به عربی ترجمه کنین حرب المقدسه گفته میشه. اگر قرآن را مطالعه کنین در هیچ جایی از قرآن چیز به نام حرب المقدسه نامده. همچنان هیچ حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود نداره. اولین بار کلمه جنگ مقدس برای جنگ های صلیبی عیسویا استفاده شد. اگر تاریخ مطالعه کنین قرنها پیش عیسویای صلیبی 10,000 نفر با لشکرهای به نام عیسویت کشتند. اگر تاریخ مطالعه کنین در میابین که بیشترین انسان تحت نام دین عیسویت کشته شده و این جنگ را اونا جنگ مقدس مینامیدن و در عصر حاضر آن را به جای کلمه عربی جهاد استفاده میکنن. برای اولین بار به خاطر تعریف عیسوی‌ها کلمه اصولی را استفاده کردن. در عصر حاضر برای مسلمان ها استفاده میشه. پس جهاد به معنای جنگ مقدس نیست، جهاد به معنای کوشش است. بهترین راه دانستن معنای جهاد ای است که بفهمین متون اسلام درباره جهاد چی گفته. در قرآن و در احادیث معتبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم درباره جهاد چی گفته. وقتی قرآن مطالعه میکنیم در میابیم. در قرآن سوره حج چپتر 22 آیه 78 تذکر داده شده و در راه الله آنگونه جهاد کنند که حق جهاد او را بجا آورده باشند. در راه الله آنگونه جهاد کنند که حق جهاد او را بجا آورده باشند. او شما را برگزید و در دین برای شما هیچ مشکلی نیست. خداوند این گونه فرموده. خداوند در قرآن سوره توبه چپتر 9 آیه 20 میگه آنهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه الله به مال و جان خیش جهاد کردند، در نزد الله درجه بزرگ را دارند و اونا به بهشت میرن، به جنت میرن و به آرامش میرسن. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله گفته، صحیح بخاری جلد 4 کتاب جهاد حدیث شماره 46، ابو هریره رضی الله عنه خداوند او را مغفرت کند روایت کرده که فرمود هر کسی که در راه الله جهاد میکنه و الله میدانه که چه کسی جهاد مینماید، چه کسی را در راه الله کوشش و تلاش میکنه. کسی که در راه الله کوشش کنه و تلاش کنه و الله خوب میدانه که چی کسی در راه او کوشش و تلاش مینماید، مثل کسی هست که دائم روزه میگیره و عبادت میکنه و الله بهشت را به او قول داده، چی در میدان جنگ کشته شود یا با پیروزی و غنیمت بازگردد، چی در میدان کشته شود یا غنیمت بگیره. در قرآن سوره عنکبوت چپتر 29 آیه شماره 6 تذکر داده شده که کسی که در راه الله جهاد کنه واقعا برای خود جهاد میکنه. حقا که الله را از همه جهانیان بی‌نیاز است. پس شما در راه الله کوشش و تلاش می نماید برای فایده خود شما است، برای الله نیست. الله به کمک هیچ مخلوق خود نیاز نداره. او از تمام نیازها بی‌نیاز است.